سلام، بریم با هم این شمع‌های خوشگل فانتزی رو آماده کنیم. اول از همه پارافین رو با مقداری رنگ مخصوص شمع به روش معماری ذوب می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا کمی از حرارت بیفته. بعد پارافین رو داخل قالب‌های سیلیکونی مخصوص شکلات می‌ریزیم و صبر می‌کنیم تا کاملاً پارافین ببنده. حالا شمع‌ها رو از قالب خارج می‌کنیم. بعد هم یه سیم نازک رو روی حرارت داغ می‌کنیم و سوراخ ایجاد می‌کنیم. دقت داشته باشید از سمت روی شمع سوراخ رو ایجاد کنید تا سوراخ کاملا در وسط شمع ایجاد بشه.